أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از آیاتی که تلاوت شد امشب در رابطه با مسئله یک سری موارد نکاح صحبت می کنند. الله تعالی هم در آیات گذشته نکاح حضرت زینب، طلاق زینب مطرح شد که زید را طلاق دادن و ازدواج این دختر عمه حضرت بود حضرت زینب و بعد به نکاح حضرت رسول ای هست که نکاح انجام گرفته، لیکن زن و مرد یک دیگر را ندیدند و قرآن اینجا میگه اگر شما زنی را نکاح کردید و قبل از اینکه دست بخوره دست بزنید، یعنی زفاف نشد بالاخره منجر به طلاق شد و نوبت طلاق پیش آمد، اگر مهریه تعیین نشده باشه، مهریه تعیین نکردن، نکاح انجام گرفته و زن و مرد خلوت صحیح به هم نداشتن، مقاربت هم صورت نگرفته و قبل از اینکه با هم بخوان زندگی بکنن زندگیشون به هم خورد، لحظه اینجا میفرماید زن عده نداره. و یک مسئله دوم، به جای مهریه چون مریم تعیین نکردید، لحظه به این زن یک چیزی بده، وسایل اسباب لباس و چون طلاق خودش وحشت داره و وحشتناکه، این وحشت را تبدیل به محبت بکنن، تبدیل به تحفه، تبدیل به بخشش و لحظه دلشکنی نباشه. حالا قسمت زندگی نشد که نه زندگی کنند و وصلت انجام گرفت، عقدم انجام گرفت، ولی بعد از عقد
به جدایی کشید. بعضی اوقات که توافق اخلاقی نمیشه، بعضی اوقات که دیگه مسائل پیش میآید و مرد منصرف میشه که من نمیتوانم، و لحاظا در این صورت باید طلاق هم بده بهشون، چون که عقد کرده و مهریه چون نکاحش شده ولی مهریه را مشخص نکرده و زن و مرد هم استفاده از یکدیگر نشده است، لحاظا شما عده نداره و که شما عده بود و او را به شما لباسی و تحفه بخشش هدیه که او بدید که این وحشت که وسیله طلاق پیش آمده، دل شکنی، این برطرف بشه، کم بشه. و اگر مهریه تعیین شده باشه، در چنان حالت در سوره بقره ذکر است که اگر مهریه را مشخص کردن، مثلا 100 میلیون تومان مهریه تعیین شد، عقد انجام گرفت، ولی قبل از اینکه اینا با هم ارتباط برقرار کنند زن و شوهر و این به طلاق انجامید، اینجا هم عده نداره و نصف مهریه است. نصف مهریه باید بده. مهریه که 100 میلیون بوده 50 میلیون بده، برای اینکه هر کسی زنی را طلاق بده، این طلاق وقتی که به نام زن میشه به حیثیت او لطمه وارد میشه و این زن به حالت سابق نمیشه. مردم میگن چرا طلاق دادن، چه اشکالاتی بود، آیا اخلاقش بد بود، و این شخص که جلو آمد و خواستگاری کرد و عقد بسته شد و مهریه تعیین شد و عقب کشید، حتما در زن اشکالی بوده. لحاظا این نقص را جبران بکنه با نصف مهریه. اگر مهریه 1 میلیارده 500 میلیون تومان بهشون بده، اگر 100 میلیون 50 میلیون تومان. این صورتی که مهریه مشخص شده. اگر مهریه مشخص نشه و عقد بستن، اینجا یک سری هدایای، یک سری تحفه، یک سری اموال و خصوصا فقها معتقده که لباس چیزی داده بشه و تا اینکه البته این لباس در فرهنگ گذشته بوده که بالاخره لباس هم یک چیزی ورزشی بوده. در ماحول امروز و شرایط امروز لباس یک چیزی کم ارزشی است و اگر به هر حال زن از خاندان ثروتمند یا مرد بالاخره یک چیز دیگری بده، توانایی داره یک چیز بزرگتری بده تا اینکه اونها با لباس شاید لباس اصلا قبول نکنند، یک چیزی بده که مقدار جبران کننده باشه و نگرانی او طرفا جبران بکنه و برطرف بکنه. این در اون صورتی که میگه به زن دست نزده و دست زدن این کنایه هست از اینکه اینها با هم مقاربت نکردن. اگر اینها با هم ارتباط زناشویی برقرار کردن و مقاربت انجام گرفته، مهریه کامله بده. عده هم داره، عده در آن صورته که بالاخره زن و مرد با هم زندگی نکرد، نامزدی بوده، عقد بوده، یکدیگر را ندیدند یا اگر دیدند تنها ندیدند، خلوت نشدند. در این صورت ادام نداره و مهریه نصفه
اگر خلوت صحیح انجام بگیره که نظر مرد در یک اتاق تنها باشد و روزه هم نداشتن، زن هم مریضی زنانه نداشته که عذری بشه، در این صورت اگر طلاق بده خلوت صحیح به منزله نزدیکی و مقاربت هست، لہذا در این صورت عده هم داره و مهریه کامله، چون زن استفاده کرده و لہذا باید حق هو زن کامل بده، مهریه کامل بده، 100 میلیون تو مهریه 100 میلیون تکمیل بده، زن عده هم باید بگذرانه و ستا حیض ستا ایام عادت که زنان دارن قاعدگی باید ستا بگذره، معمولا حدود اکثرا 3 ماه می گذرن و لحظه این زن بعد میتونه جای دیگه ازدواج بکنه، مریم کامل میبره. و برای همه زنانه حتی اونهایی که مهریهشون هم پرداخت میشه، غیر از مهریه هم این به صورت وجوبی نیست، صورت استحبابیه که به زنان یک سری هدایای داده بشه، غیر از حقوق باشه، یک سری بخشش داده بشه، تحفه که این تحفه بسته به این زن تحویل داده بشه، حالا این بسته لباس باشه یا جواهرات چیزی یا یک چیز دیگری قیمتی که او وحشتی که در دل زن وارد شده از طلاق و ناراضگی پیدا شده در دل خویشاوندان این برطرف بشه. در کل دین اسلام دستور داده به اینکه احسان بشه در وقت جدایی، در وقت فراق که دل شکننده است و میشکنه دل، لحظه زن و شوهر وقتی که عقدشون به هم میخوره بالاخره دلجویی بشه از زن و از خویشاوندان زن با هدایای عصبانی شده بود، 3 طلاق داده بود، آمده مسئله شریر سوال کرد، گفت چون 3 طلاق چون دادید؟ راهی نداده. بعد او گفت که این منزلی که زندگی میکردم منزل جای خیلی مهمی بود، توی وسط شهر بود، قیمتش خیلی بالا. گفت که منزل هم مال همین زن و ماشینی هم که داشت همون ماشین هم داد به زن، گویی مال هم زن باشه. و حالا کسی راننده بود که او حقوق اون هم میدم که همین زن و بچه من خدمت بکنه، و هرچه من دارم از برکت همین زن اشتباهی از من شده طلاق دادم ولی من از اموال هیچ چیز رو نمیگیرم. این بالاخره حالا گرچه جبران نمیکنه ضربه طلاق را، هیچ زنی به این راضی نمیشه ولی مقداری بلا دل تسلی میشه. اما بعضی آدمان واقعا بدبختن که وقتی میخواستن طلاق بدن تهمت میزنن، ای آقا بد اخلاقه، ای فلان کرده، اما که مهریه را ندم بگو. این آدمان بخت برگشته هستن که الله مزینه ناراضه و زن نباید مهریه وقتی که زندگی کرده شما با حالا نخواسته زندگی کنی میخوای طلاق بدی، دیگه باید این مال بده میشه، از گذشت از مال طلاقش هم بده و برای مال هم سرسختی بکنه و به تهمتهای ناروا و به وارد کردن عیب بشه وارد بشه. این چیزی که الله از سخت ناراضه. اسلام دینی است که به حسن معاشرت، یعنی زندگی زیبا با مردم، خصوصا با زن و بچه، و عاشروهن بالمعروف، با زنان
با خوبی رفتار بشه، با گذشت رفتار بشه، با محبت رفتار بشه و این دستور است. وقت زندگی و وقت وصلت و همراهی، وقت جدایی اگر فراق رخ بده و در اون فراق هم گذشت باشه، این خیلی مهم هست. و این آیه همه یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که شما ایمان آوردید، تنها مؤمنین الله با اینکه ذکر کنید، عبادت کنید خطاب نمی کنه، بلکه خطاب می کنه با احکام مهمه که انسان با هدایتی که الله داده، راهنمایی که الله داده توی مسائل دنیا و احکام دنیا مراعات کنه دستور الله را و احکام الهی را عمل بکنه. این همه نجات خیلی مهمه. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ای آنانی که شما ایمان آوردید، هرگاه شما نکاح کردید زنهای مؤمنه را. اینجا الله تعلیم میده که یک مرد مؤمن برای همسری یک خود زن مؤمنه را مناسبه که زن با ایمان انتخاب بکنه، گرچه زن اهل کتاب باشه، یهودی باشه، نصارا باشه، مرد مؤمن و مسلمان میتونه ازدواج بکنه با غیر یهود و نصارا. غیر مسلمان نیستن، ولی نکاحشون را، نکاح زنان را الله جایز قرار داده. ولی دیگر کسانی که غیر مسلمانند ولی بت پرستند، بودایی‌اند، خدا را قبول ندارند و دیگر عقاید باطل دارند، اینا نکاحشون روا نیست. فقط دو اهل کتاب زنهایشون عقدشون جایزه و روا است. ولی اینجا الله و مؤمنات که هر مؤمن همیشه برای همسری خود و او زن مؤمن را انتخاب بکنه، با ایمان را انتخاب بکنه. شما زن مؤمن ازدواج کردید، چون همین حکم مال زن اهل کتاب اگر ازدواج صورت بگیره، ثم طلقتموهن، شما بعد از زنها را طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه شما را دست بزنید، و دست زدن کنایت از مقاربت و زناشویی است و کار به اونجا انجامید که زن و مرد با هم نزدیک بشن. قبل از او کشمت نبود و مسائل پیش آمد و طلاق داد. الله تعالی می فرماید فما لکم علیهن من عدت، شما بر این زنان عده ندارید، یعنی اینها عده ندارد که به عده بشینه، چرا که زن مرد با ملاقات نکرد و عده برانه که اگر این زن اولاد داره مشخص میشه تو ایام عده، تو ایام عده مشخص میشه که زن اولاد داره یا نداره و لحظه عده یک فایدهش آنه که ما مشخص میشه که زن اولاد داره. اگر اولاد داشته باشه باید بشینه تا اولادش پیدا بشه، بعد از طلاق بعد بره جای دیگه ازدواج کنه. تا اولاد داره عقدش جای دیگه بسته نمیشه، و عدهش با همون واضح حمل و اولادش به دنیا بیاید و دیگه هم مسائل داره و روی این عده داره. اگر زن و مرد یک دیگر را ندیدند و نامزدی بوده و طلاق پیش آمده، اینجا چون که احتمال و امکان اولاد نیست، لحظه و یک دیگر که ندیدند، احکام ازدواج اینجا سبک سنگین نیست، حق و حقوق، لحظه عده نداره. یک عده، یک حکمت دیگرش عده آنه که زنی را که
طلاق واقع شده فوراً ازدواج نکنه و این نکاحی که سرش بوده و طلاق گرفته و طلاق شده این نکاح حقوق داره. شوهر اولم اگر زن امروز طلاق بگیره و فردا بره شوهر بگیره وحشت میکنه، چه واسه قتل پیش میآید، کشتار پیش میآید و لحظه به حرمت اون نکاح باید عده بشینه. ولی این عقده که هیچ یک دیگر را ندیدن و عقد شده و طلاق دادن این او وحشت نداره، او مشکل و عارضه را نداره و اولاد هم احتمالش نیست، چرا که اینها با هم بر یک بستر نخوابیدن. فما لكم علينا من عدة تعتدونها فمتعوهن. یک مسئله هم دیگری توجه داشته باشید که بعضی هستن که تو زندان حبس ابد، در حبس ابد یا حکم اعدام داره. من مایوسم که دیگه بیرون نمیزنه، درخواست طلاق میکنه و طلاق میده. این 10 سال ندیده یک دیگه را، 5 سال ندیده. این زن اگر یا مرد به طور کلی الان بعضی هجرت کرده، از اینجا مهاجرت کرده به اروپا رفتن بر نگشتن، زن درخواست طلاق کرده و به او طلاق داده از اونجا. لذا چون اینها یک زمان با هم زندگی کرده این عده داره و این باید فوراً نمیتونه ازدواج بکنه، باید این بشینه و همون سما که تقریبا در اصل ستا مریضی هست، زمریضی دارن بکسرانه بعد بر ازدواج بکنه و معلومه که عده برای تنها اولاد نیست و عده که احتمال داره زن حامله باشه، بلکه این همون نکاح حرمت داره و زن بلافاصله نکاح نکنه تا عده‌اش نگذاشته و اگر عده زنی که حامله باشه با وجه حمل میگذاره و اگر حامله نباشه برای لمس ماهی تقریبا همون 6 مریضی هست. فما لكم علينا من عدة تعتدونها فمتعوهن. اللہ تعالیٰ میں پشوئی دے کہ ندارید کہ انہیں عدہ بشینند، انہیں کہ طلاق دادید، امیتوانے برجائی زواج بکنے و خواستگار داری قبول بکنے ولی فمتعوهن عدہ کہ ندارید ولی انہا را شما بخشش تحفه هدیه به اونها به عنوان بهره‌مندی به اونها بدید، به عنوان استفاده به اونها بدید که لباس مناسبی ببینید که چه چیزی مناسبه به او بدید، پول بدید، مال بدید. بعضی پول میدن، بعضی طلای جواهری و لباس و سرهوهن سراحا جمیلا و اونها را ویل کنید و رخصت کنید اونها را به یک رخصت بسیار زیبای. بعضی خوشمعامله حضرت دعا کردن برای کسی که خوشمعامله وقت جدایش هم بخوبیه و همراهیش هم بخوبه. بعضی بدمعامله همراهی بر رسواییه و جدایی هم بر رسوایی و سخت بگیری میکنن و خرد حسابی میکنن و همه چیز رو به بدبختی. این به اینها نظر دعا نکرده، دعا برای کسی کرده که معامله در معامله آسان میگیره گذشته و لحظه الله میگه که اگر شما زن رخصت کردید و منجر به طلاق شد دو با بدید
هدیه‌ای بدید و چیزی از مال بدید، این همونی که مهریه تعیین نشده و به خوبی او را رخصت کنید و او را روانه کنید. و اگر عدت زن و مرد با هم نزدیک شدند یا مهریه مشخص کردند، در این صورت اگر قبل از اینکه با یک دیگه ارتباط برقرار طرف بده نصف مهره، و اگر با هم زندگی کردن و مهریه مشخص کل مهریه، و اگر مهریه مشخص نکردن بالاخره مهر مثل زنانه، مهر مثل یعنی دختر عموی این زن، دختران عمو، دختران عمه، اینها چقدر مهریهشون بوده باید همون اندازه مهریه به این زن بده، چرا که با این زن زندگی کرده و اینها با هم زندگی کردن، استفاده کردن از این دیگه، لحظه با مهریه داده میشه ولو که مهریه تعیین نشده باشه. و این احکام بیان کردند و وقت تمام شده، بقیه درس انشاءالله فردا شب بقیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. پروردگار بهترین برکات رحمت و خیرت را بر ما نازل بفرما و ما را توفیق بده که با تمام وجود تو را بندگی کنیم و احکام تو را و دستورات تو را تک تک عمل بکنیم و به ما همه مسلمانان توفیق بده که تو را به کثرت یاد کنیم و از تو غافل نباشیم و دائما و همیشه در فکر و ذکر تو مسئول باشیم. فکر آخرت من بده، فکر روز حساب و کتاب من را بده و خاتمه همه ما را بخیر کن و همه ما را به عاقبت بخیر کن. و صلی الله علیه و سلم.